فرهاد میرزاییو یک صاحبکار از ناحیه دنغره ولایت ختلان میگوید که 14 سال پیش یک مغازه خریده در آن تجارت را به راه ماند، اما اکنون او را از همین مغازه که یگانه منبع درآمدش بود محروم کردند. سال 2010 هم مغازه‌ای که همی در ناحیه دنغره مثال جایگیر است، همین با مبلغ $50,000 ای نورعلی امیرعلی در شهودی همیشون میرزای خریداری کرده بودیم. بعد وقتی که شمی قضیه 14 سال استفاده بردیم، نالوگ سپردیم، مثال بگیریم تجارت کار فعالیت کردیم، هیچ کس دعواگر نبود. در 2023 که همو مثال شهید که بندگی کرد، ای ماه دکبر بندگی کرد، ماه ینورش چه شد که مثال همین دعواگر پیدا شد که ما مقصد فروختن شد نفروختن شد، عریضه دعواگی به سود پیشنهاد کرد. مدت سود عریضه اومد که مقصد همین دعواگر میگه من نفروختم این مغازه را. با گفته او تمام حجت‌ها از جمله نسخه شرطنامه خرید و فروش مغازه را دارد و همه چیز قانونی انجام شده است. ولی با گفته او بعضی افراد با استفاده از نام یک شخص با نام امیرعلی نورعلی‌او عریضه نوشتند و با همین راه مغازه اش را گرفتند. قرار است در جای این مغازه بنای استقامتی بنیاد شود. وقتی که سود سیار گذراندیم، روپیه خیلی رفت پای گذاشتک، در سود سیار رئیس سود سوال شد که همین خیلی مثال همین ما عریضه دعواگی پیشنهاد کرده سودا گفت من نکردم، گفت همین دعواگر این معلوم میشه که هم درک نداشته، همین عریضه دعواگی کردگیش مثال درک نداشته. ایرا میارزودا خسرا بچه پسر مثال شوزان همیشه میرزو پامو کرده بوده همین کارا. کریم صاحبزاده وکیل طرفی که میخواهد مغازه این صاحبکار را بگیرد از شرح دادن موضوع خودداری کرده است. این گونه حالتها در حال رخ میدهند که همیشه مسئولان دولت در نشستهایشان میگویند که گویا برای صاحبکاران شرایط خوب فراهم میکنند و آنها را دستگیری مینمایند، ولی بعضی صاحبکاران میگویند که واقعیت تماما دیگر خیل است.